سوال 49: کدامش بهتر است؟ فقیر صابر، فقیر صبر کننده یا غنی شکر کننده؟ و حد صبر و شکر چیست؟ جواب: هر دو صابر، فقیر صبر کننده و ثروتمند شکرگزار از بهترین مؤمنانند، اما بهترینشان پرهیزگارترین آنهاست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به درستی که ارزشمندترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. سوره حجرات. پس صبر ترک جزع میگویند، یعنی ترک نالیدن و بیقراری. و شکر باشد آن است که نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای انسان عطا کرده است، با این شکر اطاعت فرمانبرداری او را کردن. فقیر صابر و غنی شاکر هر دو نزد الله سبحانه و تعالی مقام عالی دارند. فضیلتشون وابسته بر تقوا است، نه بر فقیر و غنی بودن. پس هنگامی که مصیبت برای انسان آمد، سختی ها نالش نکردن، بیقراری نکردن، راضی شدن با تقدیر الله سبحانه و تعالی. اما شکر نعمت را شناختن و سپاس آن را با زبان گفتن و اطاعت فرمانبرداری الله را نمودن. پس بهترین کس آن کس است که در حالت فقر و غنی پرهیزگار باشد. این بهترین انسان هاست، در حالت فقر و غنی پرهیزگار باشد.